أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم وعلمه ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة العلم ومنابع الحكم، وعلى آله وصحبه هم طريق الهداية للأمم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، أو كما قال: اللهم علمه الكتاب والتأويل. الحديث. بإجازة رئيس مؤسسة تحصیلات عالی راه سعادت، معاونین محترم، رؤسای پوهنزی‌ها، استادان گران ارج و عالی مقام و شما محصلین عزیز و نجیب، بنده می خواهم در این محفلی که به مناسبت خوش آمدیدگویی به محصلین جدید و تقدیر از محصلین برتر تدبیر یافته، پیرامون اهمیت علم یا نقش علم در زندگی دنیوی و اخروی بشر، لحظات کوتاه داخل صحبت و پیرامون با شما هم صحبت شد. عزیزان گرامی، فردوسی می فرماید که میگه در دانش بالاتر است، یعنی دانش از گنج بالاتر است، همانا نزد دانا گرامی تر است و دانش است که انسان معنا و مفهوم میده به زندگی. جوانان عزیز و محصلین گرامی، نسل جوان یا نیو جنریشن این نقش کلیدی در توسعه، ترقی و پیشرفت کشورها، ملتها، جوامع و حوزه های بشریت داشته. از همین رو باید برای نسل جوان سرمایه گذاری شود و سرمایه بسیار عزیز و قیمتی و گرانبهای بشریت شما نسل جوان هستید. شما حیثیت خون در رگ و پی انسانها و جوامع بشری ایفا میکنین و بازی میکنین. اینجاست که دین مقدس اسلام هم متوجه شما شده و دین مقدس اسلام برای همگان